چطوری لنگی؟ شنیدم بازم دربی میکنین و میگین 8 سال ما رو تو دربی نبردین. واجب شد این کلیپو ببینیم و برگردیم. توپ خیلی آرومی بود ولی گل شد و پرسپولیس بعد از 7 سال تونست که استقلال رو ببره. رضا شاهرودی برای بهروز رهبری فرد. مجدد خود رضا شاهرودی توی زمین استقلال. یک پاس بلند. یه موقعیت برای ادموند بسیج. و گل. ادموند بسیج. این نخستین برد پرسپولیس از سال 1368 در برابر آبی‌های شهر تهران است. اینو که الان دیدین ما 7 سال با داور خارجی شما رو بردیم. یعنی داور خارجی بوده ما بردیم. ولی شما داورایی بوده که خودتون گذاشتین و 4 سال ما رو بردین. یعنی 1400 و 1401 دربی 93 با دربی 96 از جام حذفی پرتتون کردیم بیرون. با شافرهات. آره قربونش. دربی 93 و دربی 96. همین الان سرچ کن که دیر نشده، بیات نشده. آره قربونش. هر وقت با داور خارجی یک بازی ما رو بردین، بیاین انقدر پر رو بازی در بیارین. آره قربونش. شما هیچ رقمه به ما نمیخورین. سالی 1000 تا قهرمانی هم بیارین ها، یه دونه قهرمانی آسیا نمیشه. اینم بده صفر. در ضمن یه لیمو نمیتونه آدمو بسوزونه. آره قربونش. اینم بده صفر تا بیات نشده. والله